سلام، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم با بهترین ترکیب تیم منچستر سیتی برای فصل 2025. توی ویدیوهای قبلی ترکیبای تیمایی مثل رئال مادرید، مثل بارسلونا، بایرن، لیورپول، فرانسه، انگلیس و تیمای مختلف رو داشتیم و امروز نوبت منچستر سیتیه که میدونم خیلی تیم خفن و بالانسیه واقعا از لحاظ اسکواد و بریم که خیلی سریع ویدیو رو داشته باشیم، ترکیب رو داشته باشیم و قبل شروع بهتون بگم که سابسکرایب و نمیدونم فالو و لایک و کامنت و اینا که خودتون بهتر از ما میدونید فراموش نشه. بریم که ترکیب رو داشته باشیم. باز هم یک سه دفاعی دیگه و این دفعه دیگه فرق میکنه، یعنی اینو جدا میگم، این سه دفاعه از اون سه دفاعه ها نیست و این واقعا خیلی سه دفاعه جذاب تریه. اما میخوام بهتون بگم که همونطور که مشاهده میکنید یه تریلی دفاع وسط داره منچستر سیتی، اما دفاع راست یه دونه داره، در واقع دو تا داره، ریکو لوئیس و کایل واکر. دفاع چپ هم شما مجبورید از آکه یا مثلا آکانجی تو پست‌های غیر تخصصیشون بازی بگیرید یا حتی مثلا گواردیول، حالا یا با تلفظ دیگه گواردیول، هر تلفظی که داره. اما باز هم اینجا سه دفاعه رو داریم که خیلی واقعا ترکیب باحالی شده به نظر من. با وجود رودری به عنوان هافبک دفاعی میتونه واقعا دفاعتون رو بیمه بکنه، بیمه حضرت عباس. و حالا اینجا ایلکای گوندوغان رو داریم برای هافبک میانی که تازه اومده از بارسا به سیتی. واقعا خیلی خیلی میتونه کمک بکنه پشت دیبروینه و برناردو سیلوای بازیساز. این هافبک بازیساز رو گذاشتیم، یعنی سه تا هافبکی داره که اصلا توی بازیسازی بی‌نظیرن واقعا. حتی تو واقع، یعنی جدا از دنیای پس، تو واقعیت هم خیلی خیلی خطرناکه این خط هافبک سیتی. فکر کن دیگه، حالا مثلا اینجوری که ما چیدیم، اصلا دلیل اینکه سه دفاع رو چیدیم و دلیل اینکه میگم این سه دفاع واقعا بجا اتفاق افتاده و به نظرم تصمیم درستی بود، حالا از نظر خود من، این بود که ما بتونیم از 4 تا بازیکن تو پست خط هافبک استفاده بکنیم که هم یه هافبک دفاعی، هم یه هافبک میانی، هم دو تا هافبک هجومی خیلی خفن داشته باشیم، به بهترین شکل ممکن از بازیکنان استفاده بکنیم. جک گریلیش رو داریم به عنوان وینگر چپ، میتونیم از دوکو هم استفاده بکنیم اینجا. جرمی دوکو که حالا الان نمیدونم دقیقاً اینجا هاشش ریتش همون 84 و خب سرعتی تر از جک گریلیش، میتونید ازش استفاده بکنید. فیل فودن رو به عنوان وینگر راست داریم که میتونه جاش فکر کنم با میتونه با برنارد سیلوا جاش عوض بشه، اما من پیشنهاد میکنم همین استایل بازی بکنید. و ارلینگ هالند رو هم که عملکرد خیلی خوبی داشته تا اینجا توی لیگ برتر جزیره، توی پست مهاجم نوک ارلینگ هالند رو داریم. تعویض‌های تیم رو بخوام بهتون بگم، بازیکنای مثل در واقع جک گریلیش و ساویو و حالا بالاتر بریم نگاه بکنیم توی پست خط هافک بازم بازیکنای خوب داریم مثل کالوین فیلیپس، مثل حالا در واقع ماتئوس نونز اگه اسمش رو درست گفته باشم، نونز، حالا کوواچیش اینجا و همچنین در واقع فکر کنم کالوین فیلیپس تو منچستر سیتی رفته باشه اگر اشتباه نکنم، حالا اخبارش رو دقیق دنبال نکردم، اما به هر حال اینجا ما تو پست خط هافبک داریم همه اینها رو. و خط حمله رو هم که دیگه دارید میبینید واقعا یکی بهترن انصافا، فودن و دوکو و هالند. بریم اینستراکشن ها رو بهتون خیلی سریع بگم که وقتتونم تلف نشه. بازی مالکانه، پاسای کوتاه، ناحیه تهاجمی در واقع مرکزی و همچنین پوزیشنینگ فلکسیبل و شناور، ساپورت رنج 1 یا 2. دیفنسیو اینستراکشن ها رو بهتون بگم، فرانت لاین پرشر، حالا به خاطر اینکه بازیمون مالکانه است خیلی سریع ما باید توپا رو پس بگیریم و شروع بکنیم به در واقع بازی سازیمون. کانتینمنت اریا چه تلفظ سختی داره، نمیچرخه زبونم. و حالا سنتر اینجا گذاشتمش ولی واید به نظرم بهتره، باز هم چون داریم سه دفاعه بازی میکنیم نحوه پرس کردن هم اگریسیو و تهاجمی باشه، یعنی با شدت بالا پرس بکنیم و خیلی شلوول نباشن بازیکن تو پرس کردن. استامینا رو فکر کنم یه مقدار تحت تاثیر قرار میده، فکر کنم که قطعا تحت تاثیر قرار میده، اما خب به هر حال ارزشش به نظر من داره به خاطر استایلی که بازی میکنیم با منچستر سیتی. دیفنسیو لاین رو هم خیلی بالا چیدم، روی 3 قرار داده بودمش اگه درست گفته باشم، دیگه 3 که نه 7 در واقع، از اون ور من دارم میشمارم، 6 یا 7 مثلا میتونید بذاریدش. کامپکتنس رو هم
پیشنهاد میکنم روی حد معمول یا حتی یه مقدار در واقع جمع تر بذارید، مثلا 6 و 7 میتونه لول خوبی باشه. و بریم سراغ اینستراکشن های تهاجمی. وینگ روتیشن داریم، به خاطر اینکه حالا در موقعیت هایی که با وینگرها مصاحبه توپ هستیم بازیکنی مثل برناردو سیلوا، گوندوگان و کوین دی بروینه نزدیک بشن به وینگرها و آپشن پاس دادن داشته باشیم. انچورینگ دادیم به در واقع رودری که همون وسط بمونه، زیاد به چپ و راست مایل نشه. و وینگ بک دادیم که البته وینگ بک اینجا میشه گفت یه جورایی واقعا بلا استفاده هستش، اما دیپ دیفنس لاین چون اونجا استفاده کرده بودیم، اینجا اگه وینگ بک رو نخواستید استفاده بکنید میتونید از کانتر تارگت دوکو استفاده بکنید که توی ضد حملات بتونید خیلی روی سرعتش حساب باز بکنید. و اینکه دیپ دیفنس لاین رو هم که گفتم دیگه، ترکیب سه دفاعه معمولا از دیپ دیفنس لاین استفاده میکنن که خیلی پشت دفاع نخوریم. با اینکه دفاع سیتی حالا به نسبت مثلا آکه و آکانجی یا مثلا یان استونزی که بیاد شاید اونقدر واقعا بازیکنای کندی نباشن، اما خب بهتره که دیپ دیفنس لاین رو بذارید که عمق دفاع همیشه مد نظر گرفته بشه، مد نظر قرار بگیره. و چیز خاصی دیگه نمود که واقعا در مورد من سیتی بهتون بگم. و اینکه اگر خواستید یه درصد همون حالا سیستم 4 دفاعه رو بازی بکنید، آره دیگه 4 دفاعه بازی بکنید، پیشنهاد میکنم که رودری رو ببرید توی پست خط میانی بازی بدید جای گوندوگان. حالا ریتش یه پایین‌تره ولی میتونید این کار رو انجام بدید، یا حتی مثلا گوندوگان رو بیارید عقب‌تر و رودری سر جاش بمونه. گوندوگان که بیاد عقب‌تر خب در واقع جزئی از خط دفاعتون بشه، بعد مثلا جابجا بشه با مثلا کایل واکر میتونید داشته باشید. اما خب من میگم به من باشه ترجیح میدم 3 دفاعه بازی کنم، اما ترکیب 4 دفاعه هم همیشه محبوبیت خودشو داره. خب دیگه نکته خاصی دیگه این نمونده. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و ترکیبی که بهتون ارائه کردیم ترکیب جذابی بوده باشه. و تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.